إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. دایات قبلی الله تبارک و تعالی بیان میثاق انبیاء علیهم السلام، پیمان محکمی که از انبیاء علیهم السلام الله گرفته بود در راه رساندن دعوت دین الله تبارک و تعالی، او را یادآور شد و نتیجه این دعوت الله تبارک و تعالی که انبیاء علیهم السلام باید برسانه ای را هم بر ما بیان کرد که اصل مقصد است که مردم مورد امتحان الله قرار میگیره کی دعوت انبیاء علیهم السلام میپذیره و کی نمیپذیره. پذیرنده کسانی هستند که صادقین است و واقعا امو استعدادی که الله، قابلیتی که الله در فطرتش گذاشته بود او را راست ساختن، یعنی موافق از او عمل کردن و یک تعداد مردم اجابت نکردن امو ندای فطری خدا، صدای فطرت خدا که پذیرفتن دعوت انبیاء علیهم السلام است و واره الله عذاب میده. امین نتیجه است. کل میدان دنیا نتیجهش دینمی برمیخوره که کی است که به صدای فطرت خود اجابت میکنه، قبول میکنه و کی است که از صدای فطرت خود اعراض میکنه. انبیاء علیهم السلام در حقیقت امو صدا را پس زنده میکنه و ما را یادآور میشه. در اینجا الله تبارک و تعالی یکی از جمله نمونه های کسانی که در راه دعوت مزاحم قرار میگیره، بلکه نه تنها مزاحم، تلاش میکنه تا که دعوت بیخی برای همیشه خاموش شوه، از وا یاد میکنه. خو لیکن الله تبارک و تعالی قاعدش است که کسایی که مزاحم راه دعوت است را کامیاب نمیسازه و به هدف نمیرسانه، بلکه و همیشه در اهداف خود محروم باقی مانده. این فیصله بزرگ است در زمان سابق، در تاریخ انبیاء سابقه هم ای گذشته و آلی هم قرآن برای ما و شما یادآور میکنه که همچو صحنه ها را آخر مؤمنا میگیرند و مؤمنا حاصل میکنند. دنیای دشمن همیشه مصارف خدا میکنه، لیکن آخر الامر محروم و اموتر شوم بدون از اینکه نتیجه را به دست آورده باشند از صحنه خارج میشه. از امو خاطر در حقیقت جمع شدن طوایف کفار در او زمان برای محو کردن دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک نمونه است برای تاریخ آینده که در پیش روی امت پیغمبر علیه السلام پیش میشه. ما و شما به چشم سر میبینیم، خو یقین داریم این وعده قرآن کریم است که اینمی صحنه ها آخرش به کامیابی مسلمانان می انجامه، نه که کفار چیزی را به دست خود آورده باشند. الحمدلله فی الحالم در هر گوشه جهان که دنیای غرب مداخله کرده، سرانجامش فقط از افسوس و حسرت و مصرف کردن مال انگفت دیگه چیزی نبوده، بلکه مورد انتقاد اعتراض ساکنین خود و اهل خود قرار گرفتن. در مملکت خود مورد ملامتی و مورد سرزنش قرار میگیرن که چرا مداخلات کرده. از همون خاطر این واقعه احزاب یک درس خیلی عظیم و بزرگ برای مؤمناست. هر آیتش علیده نکته داره. اول الله تبارک و تعالی خطاب به مؤمنا میکنه یا ایها الذین آمنو اذکروا نعمت الله علیکم. وقتی انسان دچار مشکل شده باشه و بعد از الله تبارک و تعالی امو مشکل حل بکنه، در حالی که مقاومت با او مشکل تو نمیتونستی برابری بکنی با او مشکل و او را از بین ببری، چرا که از توان و طاقتت بیخی بالا معلوم میشد، لیکن بازم الله تبارک و تعالی مشکل حل بکنه، در این موقع انسان بسیار خوش میشه و واقعا که نعمت بزرگ الله سر شده. الله از ما مطالبه میکنه که شکرگزاری نعمت شوه. شما را خدایی مسیر رایتان کامیاب کردم، خو این دعوت باید ادامه پیدا بکنه، عالی توقف پیدا نکنه در کدام نقطه که شما کامیاب شده، بلکه از مرزها بیرون بروه، مردمای دیگه باید دعوت داده شوه تا که مردم درک بکنه حقایق. اینی وظیفه انبیاء علیهم السلام است و بعد از انبیاء کسانی که خط مشی انبیاء علیهم السلام تعقیب میکنه اینی وظیفه شان است. الله هم در این یاد میکنه که یا ای کسانی که ایمان آورده اذکروا نعمت الله، یاد کنید نعمت الله را علیکم که بالای شما شده.
اون نعمت بزرگی که سر شما شده او را یاد کنه. مراد از یاد کردن در اینجا ایسته که او صحنه را در پیش رویتان بیاره، در موردش فکر بکنه. او حالات سرسخت، حالاتی که شما سراسیمه بوده، هیچ نوع توانایی و قوت نداشتی در مقابل دشمنتان، اما حالت در یادتان بیاره الله چی نیروی بر شما بخشید. پس از او خاطر در هر صحنه اگر شما گامی را برای دعوت دین الله مخلصانه ورداره، الله کامیابی خود شامل حالتان میکنه. این درسی است به او دعوتگرایی که در راه دعوتش مزاحمات پیش میشه و بعضی موانع آنقدر بلند و نمود میشه، آنقدر خیلی زیاد بزرگ برش معلوم میشه که هیچ تصور نمیکنه، ولی الله تبارک و تعالی آنقدر آسان حل میکنه که هیچ پرسان نکو. این بالکل واقعیت داره. الله میگه از جاءتکم جنود، در آن وقتی که آمد بالای شما جنود لشکرها. لشکری ابو سفیان بود که کفار مکه بود، سرداری از او وا بود، مدینه منوره وا آمدن جانب مغربی، و همچنان لشکر بنو غطفان بود که وا از جانب مشرقی آمدن، و همچنان در داخل مدینه بنو قریظه که عهد و پیمان با پیغمبر علیه السلام شکستاندن، میده کردن، و در داخل مدینه بر از غم جور شده بود. الله تبارک و تعالی امو صحنه را که خیلی وحشتناک بود اینجا تمثیل میکنه. فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، پس ما روان کردیم بالای از او بادره. الله تبارک و تعالی زمانی که تاب مقاومت مسلمانان در مقابل کفار نداره، زمینه را الله طوری جور میکنه که او زمینه مساعد با و سازگار با لشکر اسلام باشه، نه با کفار. در جنگ بدر هم میتور بود، مسلمانان در موقعیتی بود در یک پایشان گور میرفت و مردمای کفار در جاهای خیلی محکم که خاکی بود در اونجا بودن و آب مسلمانان نداشتن. اما الله صحنه جنگ تغییر داد، باران بارید که ریگ محکم شد و اونجا گل و لای پیدا شد که هر دفعه کافرها میلغزیدن و آب فراوان برای مسلمانان پیدا شد. امو بود که صحنه جنگ هم تغییر خورد. در اول قریب بود که مسلمانان شکست بخوره، لیکن الله تبارک و تعالی وضع محیط طوری جور کرد که به نفع مسلمانان تمام شد. اینجا هم همینطور بود و مردمایی که آمده بودن گرد و بر مدینه منوره را محاصره کرده بودن، الله تبارک و تعالی باد شدید پیدا کرد و جنودا لم تروها، لشکرای را الله روان کرد لم تروها که شما به صورت عام نمیدیده. صورت عام قید به خاطر ماندم که بعضی صحابه کرام میدیدن افراد که نفر کافر میزنه لیکن نمیشناخت کی کیسته، به شکل انسان ملائکه الله روان کرده بود و اینیم ملائک بود که دیگا و خیمه هایش چپه میکرد و وارا در پیش خود انداخته بود. و کان الله بما تعملون بصیرا، بود الله تبارک و تعالی با آن چیزی که شما انجام میداده بصیرا، بینا بود. عمل کرد صحابه کرام در امچ موقع که چقدر متانت یا پیش کرده و چقدر از فداکاری کار گرفته، ای از الله پوشیده نیست. انسان در هر موقع سخت و ناگوار اگر محکم باشه، توکل اعتماد به الله داره، از الله او را میبینه، الله حالات از او را بالکل مشاهده میکنه. از امو خاطر است که الله امو کامیابیشان، همتشان در اینجا بیان میکنه. از جاءوکم من فوقکم، در آن وقتی که آمد امی لشکرها از بالای سرتان. این جانب شرقی میگه که این قبیله بنو غطفان بود. و من اسفل منکم، از پایین شما. وضعیت مدینه منوره چون که در جنوب چی واقع شده، مکه مکرمه واقع شده، دیگه بنو غطفان با وصفی که باید یا از جانب جنوب مدینه اهل مکه می رفتن، لیکن یا دور خوردن، یعنی مثل که راه را قطع بکنه، راه فرار بگیره، از او خاطر در جانب اسفل آمدن که جانب مغربی است. و از زاغت الابصار، اما حالت ناگوار و سخت و دشوار الله تبارک و تعالی در اینجا بیان میکنه. و از زاغت الابصار، در آن وقتی که خیره مانده بود یا یک طرف استاد مانده بود، الابصار و نظرا، انسان وقتی دوچار یک مشکل خیلی قوی شوه راه را گم میکنه، بیخی یک طرف سعی میکنه هوش از دست میده. حالات امو رقم حالات بود. و بلغت القلوب الحناجر، دلا دا گلو رسیده بود. ما دل خود دا گلو نمیرسه، یعنی حالت آنقدر سخت و دشوار بود که تو بگویی نفس کسی گرفته شده و دیگه تنفس کردن نمیتونه. همینطور حالت تنگ بود.
و تظنون بالله الظنونا، شما گمانها میکرده بالای الله تبارک و تعالی از ظنونا، گمانهای متنوع مختلف گمانها میکرده. واقعیت هم می بود. چرا؟ پیغمبر علیه السلام با یک لشکر خیلی کم وقتی دوچار عظیم میشه که لشکرها از هر طرف حمله میکنه و در داخل خانه در مدینه منوره هم مردم در مقابل از یا پیدا میشه، این بسیار سخت حالت است. چرا؟ ام لشکر کم است، ام در زیر محاصره قرار داری. از همون خاطر است که مردم ها گمانهای متنوع میکرد. این دو تفسیر داره. بعضی مفسرین میگن مراد از این امو مسلمانایی بود که اقدر زیاد پخته نشده بود ایمان در قلبایشان، از امو خاطر سر جان خود، سر مال خود رقم گمانها داشتن که در مقابل این قدر کفار کی ما میتونیم مقابله بکنیم. از او خاطر این جمارات تنها منافقین نیست، بلکه میگه مسلمانای ضعیف الایمان است. لیکن این تفسیر مناسب نیست با حال صحابه کرام. پیغمبر علیه السلام کسی که ایمان قطعش آورده قدرت الله تبارک و تعالی در طول تاریخ او مرتد نشده، اما کسی مرتد شده که ایمانی درست در قلبش داخل نشده، وگرنه در طول تاریخ ای بالکل یکی از دانشمندای اروپا از معجزات پیغمبر علیه السلام امیر نوشته کرده که هر قدر افرادی که پیغمبر علیه السلام تربیت کرده من حیث صحابه مرتد نشده. یعنی این با وصفی که ایمان آوردن سبب دشواری ها و تکلیف است. پیغمبر کسی را دعوت نداده که بلدنگ برات جور میکنم، خانه تیار میکنم، زن برات میگیرم، ملک و مال و پادشاهی برات داده میشه، بلکه هر کسی که مسلمان میشه اول برشی گفته میشه که مورد تعذیب قرار میگیری، تکلیف قرار میگیری، مصیبت سرت میاد، تکلیف ها سرت میاد. او دانشمند اروپایی میگه که اینطوری دعوت در هیچ وقت نشده، هیچ کسی را با خود منظم کرده نمیتونه، با خود جذب کرده نمیتونه به این طور دعوت. تا وقتی که تو دعوت چیزای خوشکننده بر ازو ندی قطعی تو یک جا نمیشه با جز از پیغمبر علیه السلام که او وقتی کسی را جذب میکرد اول مرحله سختی ها را برش پیش میکرد، برش میگفت. از همون خاطر کسانی که با پیغمبر علیه السلام ایمان آورده گاهی هم مرتد نشده. چند تنی که مرتد شده مردمایی بوده که از اصل ایمان نآورده بودن بلکه منافق صفت بودن. از همون خاطر مفسرین کرام اینجا گمانهای متنوع را اشاره به مؤمنا و منافقا میکنه. در بین لشکر ام مؤمن بود و ام منافق. مؤمنا گمان میکرد که امو وعده که الله کرده مثل که پشتی سر میآید، الله امور راست کرده. ما روبرو شدیم، مواجه شدیم با مو لشکرها و نیروهایی که در اول اسلام بر ما گفته میشد که شما دوچار مشکل میشه، مصیبت سرتان میاد، مردم شما را نمیگذاره، دعوتتان من نمیکنه. امو وعده ها در حالت تحقق یافتن است، یعنی آلی دیگه امو وعده ها صورت میگیره. ولیکن منافقین اینجا گمانهای دیگری داشتن که پیغمبر ما را وعده نصرت کرده بود، کجاست نصرت؟ در مقابل قدر لشکر کی ما کامیاب میشیم؟ آلی از هر طرف محاصره شدیم، حتی راه فراری ما باقی نمانده، آلی چی بکنیم؟ از همون خاطر گمانها متنوع شد. یک قسم گمان نبود. مؤمنان یک قسم گمان داشت، خوش بودن که ما آلی مواجه شدیم به مو وعده که پیغمبر به ما کرده بود، و منافقین نوع دیگری گمانها داشتن. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. اینمیجا امتحان کرده شد مؤمنا و زلزلوا جنبانیده شدن، یعنی در حرکت آورده شدن، زلزالا شدیدا به حرکت خیلی سخت. یعنی انسان آنقدر وقتی ور خطا شوه رای خود گم میکنه، بعضی اوقات آدم خودش وجودش لرزه میکنه از ترس. اینم است که حالات بسیار خراب و ناگوار آمده. قرآن کریم بر ما درس میده که حالات خیلی ناگوار میشه سر انسان، ولی همت انسان از دست نمیده، اعتماد خود بالای الله از دست نمیده. اما کلماتی که وعده او زمان به زبان می آورد ما باید به زبان بیاریم. حسبنا الله و نعم الوکیل. بر ما کافی است الله و بهترین کارساز و متصرف کیست؟ الله تبارک و تعالی. چقدر کلمه زیبا و چقدر انسان باید همت داشته باشه. این نیست که انسان در یک منجلاب گیر بیا باز فکر کنه که من راه ها از پیش ما چی شده، بسته شده، بیخی اجرا برام نمانده. نه،
کمک الله وجود داره. تو همت خود از دست نده. از امو خاطر مبارزه امین نکات طلب داره. انسان در حالت میرسه که فکر میکنی دیگه حتی کلام هم از زبان کشیدن نمیتونم، در اینطور یک محاصره قوی قرار میگیرم. ولی نه، الله برات کمک میکنه. حق بیان کرده میتونی، الله برات امداد میکنه. امو حالاتی است که سر مؤمنا آمده. و اذ یقول المنافقون، در هر مرحله قدرت الله تبارک و تعالی است. البته این واقعات تنها برای او زمان نیست، در کل زمان همچو واقعات پیش میاد. منافقین جدا میشه، مؤمنین مخلص جدا میشه. اینمی قسم میدانهای آزمایشی باید پیش بیاد، سختی پیش بیاد که معلوم شود که واقعا مؤمن واقعی کیست و مؤمن غیر واقعی کیست. امروز همون امتحان بزرگ الله آمده. دنیا طرف مادیات روان است، کلگی پشت دلار میدوه. اینجاست که کی ایمان خدا نگاه میکنه، کی حیثیت و آبرو و عزت خدا نگاه میکنه و کی نمیکنه، کی عاشق دنیاست و کی است که محبت و میل با الله تبارک و تعالی و به دین الله داره. این کلش صحنه های آزمایشی برای الله تبارک و تعالی است که انسان ظاهر میکنه که انسان تو اگر دعوی ایمان نداشتی دروغ میگفتی، اینی در اینجا تو ممتحن شدی، مبتلا شدی، لیکن خود نگاه کردن نتونستی. اینجا منافقین ظاهر میشه. و اذ یقول المنافقون، در آن وقتی که میگوید منافقون، والذین فی قلوبهم، و او کسانی که در دلهایشان مرض است، و کسانی که ایمان واقعی در قلبشان داخل نبوده، نفاق و شک و تردد در قلبشان موجود بود. چه میگفتند؟ ما وعدنا الله، وعده نکرد امرای ما الله و رسوله پیغمبرش، الا غرورا، مگر وعده فریب. ما را ولا فریب داده، نعوذ بالله. چرا در مقابل قدر لشکر ما چی توانایی داریم؟ چند نفر هستیم. از امو خاطر دیروز در واقعه براتان بیان کردم که وقتی پیغمبر علیه السلام از 3 مرتبه زدن سنگ روشنایی های بالا شده بود و خبر داد که جبریل امین برما بشارت فتح کردن قصرهای کسرا و یمن و شام برم داد رومیا را، این منافقین میگفتن بیچاره را میگه سیکو امیقا وقت نداره نانی خدا بخوره، گردا یک بلس در جانایشان نشسته، روی خود ششته نمیتونه و باز هم در فکر خود میپرورانه فتح و غلبه چی را؟ کسرا و روم و یمن. عجیب است. لیکن کسی که ایمان در قلبش داخل شده او قدرت الله را میشناسه، عظمت الله در قلبش است، الله را به تمام صفاتش میشناسه که الله کدام ذات است. از این خاطر الله علی میگه و اذ قالت طائفه، در آن وقتی که گفت یک جماعت از یا منهم از امی منافقین، یا اهل یثرب، ای اهل یثرب. نام قدیمی مدینه یثرب بود. یثرب ملامتی را میگه پیغمبر علیه السلام این نام تغییر داد، گفت ایرا مدینه بگه، مدینه طیبه، باز مدینه الرسول، یعنی شهر پیغمبر، اینطور نام بگذاره. حتی ایرا منع قرار داد. و بعضی میگه که یثرب به خاطر که اونجا تو زیاد می آمد، مریضی زیاد می آمد. سرب میگه یک نوع چی را؟ مریضی را. پیغمبر علیه السلام دعا کرد که الله امید تو یا مریضی مدینه را در جعفه بنداز. از او خاطر بعد از او را مدینه طیبه گذاشت. در او زمان امی منافقین امو لهجه های سابقی خدا چی میکرد؟ استعمال میکرد، خلاف دستور پیغمبر صلی الله علیه وسلم. از امو خاطر است در اینجا یک نکته در یاد میاد، کلمه الله استعمالش کلمه قرآن است، کلمه اسلام است. همیشه باید در زبانتان کلمه الله باشه. اوی خود در وقتی دعا طلب کردن اگر کسی خدا میگه این غلط گپ است. الله برات میگه ادعو الله و ادعو الرحمن، ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. با اسماء حسنا باید دعا طلب کرده شود، از الله خواسته شود. یا خدا یا خدا، این گپ درست نیست. اسماء حسنا کلمه خدا نامده. با تاسف که علمای ما امین نکته ها را نمیدانه. یکی خود تعبیر است که از الله مردم تعبیر به خدا میکنه، اگرچه معنا و مفهوم واقعی کلمه الله را ارائه کرده نمیتونه لفظ خدا. خدا تنها مالک میگه، او الله دارنده کل صفات کمال الله است، مشتمل به کل صفات کمال الله تبارک و تعالی است. از این خاطر کلمه الله را استعمال کنیم. بعد از اینکه فهمیدیم که بله کلمه الله استعمال شود، بازم خدا استعمال میکنیم، این میره میگه ای نعوذ بالله دشمنی با دین و نپذیرفتن حق. تا امروز ایرانیا کلمه یزدان استعمال میکنه، ضد میکنه با عربا، چون که اونجا کلمه الله آمده. از امو خاطر و یزدان استعمال کرده رایسته. یک نوع دشمنی است. منافقین کلمه یثرب باز استعمال میکرد، مدینه نمیگفت. یکی بادگی خود چی میگفتن؟ لا مقام لکم، برای شما تاب مقاومت نیست،
فرجعوا، باز بگرده. این مردمای لشکرها رسایی که از 4 طرف شما را محاصره کرده، شما به همراهی پیغمبر میروی، قطع از ما مقابله میکنه. یک و یستأذن فریق منهم، اجازت طلب میکرد یک جماعت یمی منافقین النبی از پیغمبر علیه السلام، یقولون میگفتند بهانه این بیوتنا، یقینا خانه های ما عورتون برهنه است، دیوال میوال نداره. بهانه جویی میکردن، میآمد یا رسول الله ما بسیار خانه میلاسته، اینی تکلیف و مشکل برام پیدا شده. الله چی میفرما؟ و ما هی بعوره، نبودی خانه هایشان همینطور لوچ و برهنه که نه در داشت نه دیوال، اینطوری نبود، خود تنها بهانه میکردن. اینه میره میگه میدان آزمایش که هر کس برای خود بهانه میکنه. شما باور بکنید یکی از جمله کسا برای من گفت که ما پیش یک عالم در مورد جهاد گپ میزدن، گفت مرا گفت که این نان و نفقه اولاد چطور کنم؟ عجیب است، تعجب نیست. اما کلماتی که منافقین نعوذ بالله در زبان میرن تو این کلمات میگی. نه، اگر عذر شرعی داری بگو، اگر نداری بگو. جوابی درست مثبت بده. یریدون الا فرارا، یا اراده ندارن، بهانه جویی به این خاطر نمیکنن که واقعا عذر واقعی دارن. یریدون، یا اراده ندارن از این عذر خواهی یا از این اجازه گرفتن، الا فرارا، مگر فرار از جهاد، از جهاد و همراهی کردن با پیغمبر علیه السلام، از این خود خطا میده. الله وضعیتش بیان میکنه. ایمان چند قسم است. مؤمن کامل ولو هر نوع سختی سرش بیا تن نمیده به کافر، عزت و آبروی خود زیر نمیسازه، قطعا نه. گشنه سوال میکنه خود نمیره پاشویی کفار نمیکنه، چاپلوسی کفار نمیکنه، خود بی عزت نمیسازه. مؤمن امیر رقم است. او منافق کسایی که ایمان در قلبش نیسته، او دیگه در هر موقعی که آوازی نعوذ بالله بیدینی برش داده شود مستعار و آماده است. قبل از اینکه نرسیده باشه این برش چی میکنه؟ نعوذ بالله استقبال میکنه، راه ها را جاری کرده رایسته. امروز دنیای غرب با این دموکراسی لعنتیش آمده، با جز از بی‌حیایی و بی‌عزتی و بی‌دینی دیگه چیز ما دایش نمیبینیم. لیکن بسیار مردم هسته که امیر استقبال میکنه، بریازی بسیار خوش هستن و این خیلی پیشرفت و ترقی میدانه. الله وضعیت منافقین می رقم بیان میکنه، میگه ولو دخلت علیهم من اقطارها، اگر داخل کرده شوه علیهم بالای امین لشکرها داخل کرده شوه علیهم بالای منافقین، من اقطارها از 4 اطراف نواحی مدینه منوره، ثم سئلوا الفتنه، بعد از یا درخواست کرده شوه، مطالبه کرده شوه الفتنه شرک، یا ایمان از بین ببره، لآتوها، خامخامی منافقین آمدن میکنه به می فتنه که شرک است. و ما تلبس و انتظارم نمیکنه در انتخابی اینمی پذیرفتن دین و نظریه به ها در اینمی مدینه الا یسیرن، مگر خیلی کمه. این منافقین ایمان در قلبشان وجود نداره، از همون خاطر اظهار ایمانشان به خاطر منافع دنیوی و شخصی بوده. فقط محض از ترس مسلمان ها در زبان میراندن. خود زمانی که آل لشکر ببینه که داخل مدینه شده و از یا مطالبه چی را میکنه؟ شرک میکنه که دین اعلا بکنه، باز یا دیگه در انتخابش قدر فکرام نمیکنه، انتظارم نمیشینه، دستی میپذیره، هیچ هم تأمل هم نمیکنه که آیا کدام طرف مرا دعوت میده، الله رحم بکنه. حالی کسانی که اینمی قسم بدون از اینکه فکر بکنه که این مردکه مرا کدام طرف دعوت میده، برای چی میبرم، چی مزایایی داره، چه قسم زندگی برام حاصل میشه، بس دیگه میپذیرن این کار منافق است. مؤمن واقعی تسلیم نمیشه. او تمام امتیازات مادی را، انعامات مادی را، خوش عیشی را در مقابل عزت خود، در مقابل دین خود قطعا برابر کرده نمیتونه و قطعا آماده نمیشه به اینکه دین اعلا بکنه و او را بپذیره. مؤمن واقعی نمیره میگه، مؤمن واقعی را نمیگه که محض فقط هر کس را دعوت میده، اگر برش میگه اینی کارا بکو همون کارا میکنه، اگر برش میگه اینی کارا بکو بس دیگه از یک کار چیستا اعراض نمیکنه او میپذیره. ایرا مؤمن گفته نمیتونیم. قرآن کریم همچو اشخاص منافق معرفی میکنه. مؤمن کسی است که از ایمان خود دفاع میکنه، ارزش ایمان ترجیح میده بالای هم ارزش ها و هر چیزی که خلل در ایمانش واقع میکنه او چیز قطعا نمیپذیره، ولو که
بریختاندن خونش باشه یا به کشتن نفسش باشه. اینی مردم مؤمن میگه که قرآن بر ما معرفی میکنه. ولقد كانوا عهد الله من قبل، یقینا این مردم ها بودن که تعهد کرده بودن امرای الله تبارک و تعالی من قبل، پیش ازی. تعهد با الله ایره میگه کسی که کلمه طیبه را میخوانه دیگه تعهد میسپاره به الله که تمام فرامین تو را میپذیرم. یکی از فرامین الله جهاد است. یکی از فرامین الله است که نه تسلیم نشوی به مادیات دنیا به بیدینی. اینی فرمان الله است. من قبل پیش ازی لا یولون الادبار، که یا ارگاه هم پشت دور نمیده طرف دشمن، لاف میزدن. خلیکن و کان عهد الله مسئولا، روزی قیامت باز دیگه پشت دور دادن نه دور دادن کلش هدر رفت. کلش هدر رفت. مجاهدین ما در کارتایشان در پشت کارتشان چی بود؟ بگه اعتراف بود، تعهدنامه بود. یک تعهد، یک بند امو تعهد امی بود که ما به هیچ وجه به غیر قانون اسلام تسلیم نمیشیم. اما امروز ببینی که با کدام قوانین تسلیم میشن.